ولی من علیرضا طیار هستم. امیدوارم که از من حمایت کنید و ویدیوهای خوبی ببینید. امروز اومدم 10 تا اتچمنت برتر مولتی رو بهتون بدم. امیدوارم که خیلی خوشتون بیاد. اولین گان من کیلوه و 3 شات هم میندازه، خیلی هم خوبه. اینم اتچمنتش که خواستید استفاده کنید. و اینم پر کنید و اینا رو هم که باید بذارید. اتچمنت دوم مکتن هستش برای سرچ و برای هارتپوین و بوم سایت خوبه. بوم اینم اتچمنت و نایف هم بوکس بذارید و ترپ ماین و اینا و پرکم که دارید میبینید دیگه. اتچمنت سوم MG42. این اتچمنت فوق العاده است. 3 یا 4 و نایف هم حتما نایف سبک میذارید. نیدو اینا هم که ببینید. و میریم سراغ اتچمنت 4 USS9. گانی که واقعا خیلی خوبه توی این روزهای مولتی. این گانه USS9 گان 3 شات. اتچمنتش هم بردارید. من لژند و اینا ندارم، من فقط با اپیک و اینا باز میکنم و همین. اینم پرکو نید و اینا. 4 گان 5 DLQ 33 و بریم بر اتچمنت وان شات هست. حتی اپا هم بزنی وان شات میکنی. بزنید عشق کنید. نایفش هم اینا بذارید و پرکو اینا هم که میبینید. گان 6 لوکاس جدیدن 2 شات میکنه ولی این اتچمنت خیلی خوبه و میتونید باهاش فقط لوکاس پا رو 1 شات میکنه ولی این به بدن بزنید 2 شات. ببخشید، به پا بزنید 2 شاته، به بدن بزنید 1 شاته. اینم اتچمنت و نایف هم که میبینید. پرکوینا هم که میبینید. گان 7 EM2 گان 3 شات این سیزن. واقعا خیلی گان خوبیه. من با USS9 اینو مقایسه میکنم. گان خیلی خوبیه و یه بارم دیگه اتچمنتش و براش بوکس بذارید و از پرکم که میبینید و بقیهش. گان 8 LV3 توندرا و بریم برای اتچمنت. این اتچمنت خیلی خوبه. تک به 2 تک به 3 اینا رو براتون در میاره. خیلی خوبه. بزنید استفاده کنید. گان و ببخشید نایف هم که کاتانا بذارید و نید و اسموک بذارید براش با این پرکا. گان 9 FFAR. من این 3 سیزنه که اتچمنت اینو عوض نکردم. 3 شات هم میندازه و نیدو اینا هم که بچینید بزنید ایش کنید. اگه تا حالا رنگتون لجند نشده با اینا حتما لجند میشه. گان شماره 9 تایپ 19 به درد همه چی میخوره. بوم سایت، سرچ و هارتپوین همه اینا به دردتون میخوره. بزنید فرایش کنید. نایفش هم اینو بذارید و
بمب و اینا رو هم که میبینی دیگه، پرک و اینا رو هم بده. گان آخر اینو من مقایسهش نمی کنم با هیچ گانی، چون که خیلی خوب میزنه و یه جوری میشه گفت دو شاد 3 شاد اینا میندازه. اتچمنتش نگاه کنید، گراغ هست این گان و بزنیدش کنید، خیلی هم خوبه این گان. نید و اینا رو هم میبینید. خیلی ممنون تا اینجای ویدیو اومدید، لایک کامنت سابسکرایب یادت نره. خیلی عشقی، دمت گرم. لطفا همه حمایت کن که این ویدیو اول منه، انشالله با هم ویدیوهای خوبی بذاریم. خیلی ممنون عشقی.